درود بر دوستداران حقیقت. در این ویدیو قصد دارم درباره تعبیر خوابگوشی و وسایل ارتباطی از دیدگاه آیین زار صحبت کنم. در گذشته چون وسایل ارتباطی امروزی وجود نداشت، ارواح برای رساندن پیامشان در خواب از نشان دادن نامه استفاده می‌کردند. اما امروزه با توجه به ابزارهای دنیای مادی، ارواح از تلفن، گوشی موبایل، تبلت یا حتی وسایل ارتباطی دیگر استفاده می‌کنند. ارواح خواب را بر اساس ابزارهای موجود در جهان مادی شکل می‌دهند. برخلاف تصور عموم، ارواح دنیای مادی را به صورت مستقیم نمی‌بینند، بلکه تنها از طریق وصل شدن به موجودات زنده و از طریق خواب، پیام‌های عالم غیب را به دنیای ماده منتقل می‌کنند. خواب‌ها ارتباط مستقیم با دنیای مادی ندارند. آنها از عالم معنا سخن می‌گویند. اگرچه اثرات غیر مستقیم عالم غیب بر دنیای ماده کاملاً قابل مشاهده است. از نگاه بابا زار، دیدن گوشی در خواب یعنی راه ارتباطی بین دنیای غیب و دنیای ماده. گوشی حالتهای مختلف میتواند در خواب داشته باشد که هر کدام معانی متفاوتی دارد. تعبیرهای اصلی خوابگوشی از نگاه بابا زار: گم شدن گوشی در خواب یعنی روح انسانی نمیتواند تفکر مفید و پیام درست را به شما منتقل کند. شکستن گوشی یعنی انتقال تفکر و پیام‌های عالم غیب با اختلال روبرو شده است. سالم بودن گوشی یعنی فکری که این روزها در ذهن شماست، برایتون مفید است و باید انجامش دهید. داشتن گوشی خوب و گران قیمت یعنی روحی قوی، پاک و توانمند دارید. در این مرحله هر تصمیمی بگیرید، در بلندمدت به موفقیت میرسید. کوچک شدن گوشی یعنی امداده غیبی و کمک‌های روحی در این دوره کمتر به شما میرسد. بابا زار میگوید خوابگوشی، تلفن و تبلت همگی از یک جنس هستند. تفاوت فقط در این است که شما در بیداری بیشتر با کدام وسیله ارتباط میگیرید. انسان‌های قبل از دوران تکنولوژی هرگز خوابگوشی نمی‌دیدند، بلکه خواب وسیله ارتباطی زمان خودشان را می‌دیدند، مثل نامه یا پیام‌رسان‌های سنتی. من یک بابا هستم و هدفم این است که شما را با تعبیر واقعی خواب‌هایتان آشنا کنم. سوالاتتان را درباره خواب بپرسید. دوست دارید تعبیر چه خوابی را توضیح بدهم؟ خواب‌هایتان را تعریف کنید.